سلام و عرض ادب خدمت دوستان و فالوورهای گرامی. شبتون بخیر باشه. پورش باکسر رو داریم. پذیرش امروزمون که مشکل استارت نخوردن داشت که روشن نمیشد. کلا چکش کردیم و دلیل خرابیشو پیدا کردیم. مشکل از دینامش بود که دینامش رو باز کردیم و باید فردا بفرستیم برای تعمیر. همینجور که میدونید یه سری از افراد که فنی هستن و ماشین باز هستن، مخصوصا این ماشین موتورش نه جلوی کاپوتشه اینجوری که داخل تصویر میبینید اینجا خالیه و نه داخل صندوق عقبشه که خواسته باشین برای تعمیر به تعمیرگاه مراجعه کنین یا هر دلیل دیگه. موتورش داخل اتاق ماشینه، دقیقا پشت صندلی راننده است که ما برای دینام باز کردن این خودرو کل قطعات قسمت پمپ هیدرولیک رو باز کردیم و دینامش رو در آوردیم. دلیل خرابیش هم این بود که پمپ هیدرولیک فرمونش روغن ریزی داشت، نشتی داشت و روغن داخل دینام ریخته بود و قسمت آفتابات رو همون به اصطلاح زغال دینامش مشکل پیدا کرده بود که انشالله برای فردا اوکی میکنیم و روش نصب میکنیم. مرسی از همراهی شما.